وقتی متوجه می شوید که در موقعیت کمک به کسی قرار دارید، شاد باشید و احساس خوشبختی را در خود بیاورید، چرا که خداوند جل جلاله دعای او را از طریق شما مستجاب می کند. یادتان باشد هدف ما در دنیا گم شدن در تاریکی ها نیست، بلکه چراغ راهنما بودن برای دیگران است، تا شاید آنان بتواند راه را به واسطه ما پیدا کند.